امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد شناسایی با وضع زندگی ساکنان و جریان کارهای سازندگی و بنیادکاری با سفر کاری به ولایت سوخت تشریف آوردند. گزارش خبرنگاران ما. صبح روز 26 ایول سال روان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد شناسایی با وضع زندگی ساکنان و جریان کارهای سازندگی و بنیادکاری با سفر کاری به ولایت سوخت تشریف آوردند. السلام علیکم. مهر و محبت و صداقتی صدق دلانه ما به شما پیشوای معظم ملت، حبیب ملت ما خیر مقدم، طبیب ملت ما خیر مقدم، شکر و نصرت و صلح و صفا شد نصیب ملت ما خیر مقدم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را در فرودگاه بین المللی خوجند راهبریت و ساکنان مهنتقرین ولایت سوخت با صمیمیت و محبت بی اندازه استقبال گرفتند. باید تاکید نمود که سرور دولت محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری به ولایت سوخت از شهر اسفره بازدید به عمل آورده با وضع زندگی ساکنان شهر و جریان کارهای سازندگی و بنیادکاری از نزدیک شناس خواهند شد. در دایره سفر کاری به شهر اسفره اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به دهات وروخ تشریف آوردند. نخست سرور دولت در دهات وروخ شهر اسفره با لایحه‌های انشاءات تعییناتش گوناگون که تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود دهات مورد بهره برداری قرار می‌گیرند شناس شدند. اطلاع داده شد که انشاءات مذکور در بخش‌های مختلف ساحه‌های اجتماعی و خدمت‌رسانی به نقشه گرفته شده است و مورد بهره برداری قرار گرفتن آنها دسترسی اهالی دهات مذکور را به خدمت‌رسانی‌های گوناگون خوبتر نموده در این برابر شرایط مساعد برای تعلیم و تربیت کودکان فراهم آورده می شود. در مجموع لایحه 8 انشاءات که با نظرداشت طلبات معاصر معماری تهیه گردیدند معرفی کرده شد. ضمن شناسایی ابراز گردید که با نظرداشت طلبات در حدود دهات وروخ شهر اسفره باغچه کودکانه با 80 جای، در محله سنگتوده دهات مؤسسه تعلیمی با 360 جای نشست، ساختمان بینای علاوگی با 10 صنفخانه در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 به نقشه گرفته شده است. همزمان بینای جماعت دهات وروخ، بینای قصر فرهنگ با 400 جای نشست، تالار ورزشی برای 300 نفر، پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در دایره تدبیرهای جشنی به استفاده داده می شود و همچنین بنیاد بینای مخصوص ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت در دهات وروخ در نظر داشته شده است که از 3 آشیانه عبارت خواهد بود. ابراز گردید که هنگام تهیه نقشه چهاربینی‌ها بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان توجه خاصه به تعلیم و تربیت نسل نورس، آموزشگردانی ورزش و ترغیب طرز حیات سالم ظاهر گردیده در این زمینه بنیاد انشاءات ساحوی در سراسر دهات در نظر داشته شده است. به سرور دولت ضمن رونمایی لایحه‌ها اطلاع دادند که در اکثر انشاءات مذکور کارهای ساختمانی الکی آغاز یافته فعلا با سطح و صفت بلند ادامه دارند. راهبر دولت ضمن شناسایی با لایحه‌ها مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که کارهای ساختمانی را در انشاءات مذکور با سطح و صفت بلند و مهلت مقرر گردیده به انجام رسانند. در این برابر جریان کارهای بنیادکاری را در حدود دهات زیر نظارت قطعی گرفته برای بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی‌های گوناگون به اهالی و تأسیس جای‌های نوی کاری با استفاده از امکانات بنیاد دیگر انشاءات را نیز تهیه و به سامان رسانند.